شب 19 فوریه سال 2023 در یک کاوهخانه در کوچه لوبلینسکا در نزدیکی بازار صدوات و لوبلیانو بین مهاجران زنوزنی گروهی صورت گرفته. در پی این زنوزنی 15 نفر اکثر از کشورهای آسیای مرکزی را دستگیر کردند. بنا به گزارش رن تیوی، مناقشه اول در داخل قهوه‌خانه آغاز یافته، طرفها سپس برای ادامه رزبار به کوچه برآمدند و زنوزنی را در کوچه دوام دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده 15 نفر را دستگیر کردند. گفته می شود که آنها شهروندان 4 کشور روسیه، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستانند. درباره سبب‌های زنوزنی چیزی تا حال گفته نشده است. تنها گفته می شود که پلیس 15 نفر را با مقصد معاین کردن جزئیات حادثه بازداشت کرده است. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی، از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بی‌رحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. ماه دکمبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر و محض برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.